در جامعه دهات انوریستان نویا در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 کارهای ساختمانی سیمخانه‌های ایلوواگی با مرام ادامه دارد. بنای تعلیمی اجنبی حکومت جمهوری در همکاری با شریکان روش بنیاد گشته در آن زیاده از 10 نفر ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیده‌اند. بنا به اطلاع مسئولین 6 سیمخانه با اتاق کاری آموزگاران ساخته شده 300 نفر خواننده را در دو بست به تعلیم و تربیت فرا میگیرد. عین حال کارها در داخل و بیرون بنا جریان داشته ساختمانچیان کوشش می‌نمایند تا آغاز سال نو خوانش بنای مذکور با صفت بلند به استفاده دهند. در جامعه دهات گردیل گمراد و 5 سیمخانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 از جانب کمیته پدر و مادران تعمیر اساسی گشته ایستاده است. در کار ساختمانی سیمخانه‌ها 12 نفر استوهای محلی جلب گردیده کارها در داخل سیمخانه‌ها و بالاپوش بنا با مرام ادامه دارد. با گفته رهبران مؤسسه آنها تلاش دارند تا آغاز سال نو خوانش کارها را به اتمام رسانیده خوانندگان را به سیمخانه‌های کشاد بر هوا تامین نمایند. همچنین در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 از جانب کمیته پدر و مادران ساختمان سیمخانه‌های ایلوواگی جریان دارد. با اطلاع رهبران مؤسسه تعلیمی بنا از 10 سیمخانه عبارت بوده با فراگیری 500 نفر خواننده در دو بست ساخته می شود. در مؤسسه تعلیمی رقم 15 سالهای پیشین یعنی نورسایی جای نشست بر علاوه به نظر می رسید و با مقصد برطرف نمودن نورسایی جای نشست و سیمخانه ها ما با کمیته پدر و مادران در یک جایگی تصمیم گرفتیم که در نزد مؤسسه 10 سیمخانه ایلوواگی سازیم و به استفاده دهیم و چنانه که امروز میبینیم الکی 90% کارها به انجام رسیده ایستادند. ما تصمیم گرفتیم که تا 1 سپتامبر یعنی روز دانش ساختمان این مؤسسه را به پرگی به انجام رسانیده خوانندگان را یعنی به همین مؤسسه جلب نماییم. چنین کارهای ساختمانی سیمخانه‌های ایلوواگی از حساب کمیته پدر و مادران و صاحبکاران محلی در جامعه دهات نوری بخش در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم 23 و 24 نیز ادامه دارد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 بنیاد 13 سیمخانه با فراگیری 650 نفر خواننده در دو بست جریان داشته مسئولین کوشش می‌نمایند دوام سال جاری آنها را به استفاده دهند. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 باشد بنیاد 8 سیمخانه با فراگیری 400 نفر خواننده در دو بست جریان دارد. در ناحیه دوستی ساختمان 115 سیمخانه 4 اتاق کاری، 1 انبارخانه، 1 کتابخانه، 2760 جای نشست در یک بست با مرام رفته ایستاده است. بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 بنای مأموری شعبه معارفی ناحیه برای افتتاح آماده می باشد. همزمان در نزد 9 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ساختمان سیمخانه‌های ایلوواگی تا سال تحصیل 2025-26 به استفاده سپاریده می شود. بنیاد 6 مؤسسه تا مکتبی و 2 مؤسسه تحصیلات عمومی نو تا سال 2030 به نقشه گرفته شده است. باید که در دایره کارهای آبادانی سازندگی مؤسسه‌های تعلیمی نوعی دوستی سال تا سال صاحب بناهای نو سیمخانه‌های ایلوواگی گشته شرط و شرایط تعلیم برای خواندگان بهتر و خوبتر می‌گردد. در این ردیف بنا سی‌آشانه شعبه معارف نوعی نیز بنیاد گشته برای کارمندان ساحه 11 اتاق کاری با تالار مدرسگاه ساخته شده است. طبق اطلاع مسئولین ساحه معارف در عرفه ترجیل از جشن استقلالیت دولتی به استفاده داده می‌شود.